به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود هم‌دیران عزیز، برادران و خواهران گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های 60 دقیقه در کانال پیمان لایف هستیم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران محترم. چند است در رابطه با یک موضوع خیلی مهم خواستیم صحبت داشته باشیم و چندین بار تلاش کردیم ولی میسر نشد و شکر خداوند این توفیق را برای ما داد که در این موضوع با هم صحبت داشته باشیم و که در اعلان هم این موضوع نوشته بود، مسئله مخالفت سیاسی هست و چند است که این موضوع در زبانها در بین مخالفین میچرخد، خصوصا در محفل های پیمان ملی تاجیکستان و در سخنرانی های رهبر پیمان ملی تاجیکستان، معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و اینچنین دیگر مسئولین و حتی در محفل ها و مجلس های داخلی این مسئله مقاومت هست و مخالفت هست و مبارزه هست و ما خواستیم که برای روشن شدن بیشتر این موضوع در این رابطه صحبتی داشته باشیم و مهمان برنامه ما هم امروز علی شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان هست که الو چیز نمیدونم اسلام جان، شما گم شدی، چیزتان بند شد. الو مهمان برنامه ما علاکه در استودیو هستن و منتظر ما هستن. سلام علیکم اکا، خوش آمدید. سلام علیکم اسلام جان، یکی اویزان شده چی اینترنت ضعیف باشد یا چی شاید مشکل اینترنت باشد. که حالا خوب است به فکرم نه؟ بله، عین اون خوبه. خب اکا علیم، حالا ما صحبت را شروع خواهیم کرد از مفهوم های به مانند مخالفت، اپوزیسیا و مقاومت و مبارزه. در اول در یک مقدمه میخواستم در رابطه با این مفهوم ها یک صحبتی داشته باشید و بعدا می رویم سر اصل موضوع که چرا در این مرحله و در این وقت این کلمه سر زبان ها شد و به جای این که دیگر اگرچه در رسانه ها وقتی که از مخالفین یاد می شود، از مخالفین حکومت رحمانوف، همیشه اونها را هم چون مخالف و اپوزیسیا یاد می کنند، اما دیده می شود که خود مخالفین از جمله پیمان ملی تاجیکستان از بیشتر تمایل به این دارند که دیگر مخالفت و اپوزیسیا نام بردن مخالفین در خارج معنا ندارد و بیشتر دیگر به سمت مقاومت و مبارزه رفت. می‌خواستیم در ابتدا در رابطه با این سه مفهوم نظر شما رو بشنویم که مخالفت چی، اپوزیسیا چی و مقاومت چی. بفرمایید. السلام علیکم اسلام جان و تمام تماشابینان شما. تشکر از آن که امروز ما رو دعوت کردید در برنامه‌تان و خدا کند که صدایم شنیده شود. میدونم چون که خودم بله، صدا خوب است. بله، صدا خوب باشد. من چی گفتنی دارم، یعنی این بحث ها رو من خودت چندین بار کرده ایم و از همان بحث های ما این برنامه پیدا شد، این موضوع در برنامه پیدا شد که خب ببینید اپوزیسیا در خب اگر لغوی اون رو ترجمه کنیم واقعا هم همین
کلمه مخالف برای ترجمه تحت اللفظ اپوزیسیا از نگاه زبانی درست است، لیکن از نگاه خب سیاسی، از نگاه واقعیت های روز این کمی چی دارد، یعنی کمی مشکلی دارد. برای چی؟ برای آنکه اپوزیسیا در سیاست امروزه مفهوم اپوزیسیا عادتا به اون گروه از جامعه در کدام کشوری نباشد گفته می شود که اون در چارچوبه نظام موجوده مبارزه برای به سر قدرت آمدن، یعنی مبارزه میبرد به خاطر اون که حکومت رو به دست گیرد، یعنی اکثریت آوازها رو به دست دارد و حکومت رو تأسیس دهد که وقتای آخر ما در چندین کشورها چنین واقعیت ها رو دیدیم. فرض کردیم در فرانسه گیریم یا در لهستان که در آن قرار دارم، چند ماه پیش انتخابات پارلمانی بود که در آن مخالفان حکومت به سر قدرت آمدند و اونها را می شود اپوزیسیا گفتن، یعنی اون اپوزیسیایی که در دنیا با همون معنی فهمیده می شود و این برای همین فهمیش عمومی جهانی اپوزیسیا و مخالفت می آید و در ما سوی تفاهم پیدا می شوند. به خاطر چه؟ به خاطر آنه که مثال در ما هم میگویند که من فلانی میگد من اپوزیسیا، حتی شخصیت های جداگانه، شخصیتی که یک نفر است ادعا میکند که من اپوزیسیا یا من یک سیاستمدارم، که در اینجا البته که نه سیاستمداری، شخصیت جداگانه سیاستمدار بودنش را دلالت میدهد و نه اپوزیسیا بودن یک نیروی حتی که اون در خارج از کشور بیرون از فضای سیاسی کشور رانده شده باشد و خود را اپوزیسیا بگوید. این البته که اپوزیسیا نیست. اگر ما به زبان تاجیکی یا اگر انیقتر بگویم عربی بگویم مخالف، واقعا ما میتوانیم مخالف باشیم، یعنی ضد رژیم یا ضد حکومت یا ضد نظام موجوده باشیم، لیکن اپوزیسیا بودن نمیتوانیم، چون که اپوزیسیا امکانیت شرکت در انتخابات دارد و امکانیت کسب آوازها را دارد و امکانیت عوض قدرت را. این را میگن اپوزیسیا. در ما متاسفانه اپوزیسیا همین یعنی ساخت سیاسی یا حیات سیاسی شکل بچونین نوع نگرفته است که یک نیروی مخالف بیاید و از طریق رأی مردم به سر قدرت بیاید. از این خاطر همین مفهوم ها کمی مشکل با این مفهوم ها داریم و در بسیار مورد ها می آیند و مثال امروز که مخالفین تاجیک که ما اونها رو یک نوع نمایندگی میکنیم، مخالفین تاجیک میتواند هر کسی باشد، یعنی هر کسی که نظر انتقادی نسبت رژیم کنونی داشته باشد ما اون رو اپوزیسیا میگوییم یا مخالف میگوییم و با اون مقداری که من یا
عضو دیگر پیمان ملی تاجیکستان مخالف هستیم، اما مقدار دیگر همون شخصیت بلاگر یا یگان نفر دیگری که از حکومت رحمانوف یا از رژیم رحمانوف راضی است او را هم میشود مخالف. لیکن اگر ما بیاییم و مفهوم سیاستمدار فعال سیاسی یا سیاستمدار تعریف دادنی باشه، نمی شود. سیاستمدار نمی تواند شخصیت جداگانه باشد. یعنی من هر قدری که جانبدار میلیون جانبدار داشته باشم هم در تاجیکستان یا بیشترین جانبدارم داشته باشم در تاجیکستان، به حیث یک شخصیت من نمیتوانم یک سیاستمدار باشم اگر در نهاد سیاسی داخل نباشم. خب اون نهاد سیاسی در حکومت موجوده شریک باشد یا او شریک نباشد. خیلی که در در دولت‌های امروزه میبینه، در دولت‌های امروزه غرب میبینه، مثال سیاستمدارها یا حزب‌های مخالف کلاً شریک حکومت میتوانند نباشند. خیلی که در بریتانیا کبیر است. اگر حزب خب محافظه‌کار به سر قدرت آمد، حزب لیباریستا کنار میماند و یگان شریکی در حکومت ندارد. ولی از این اونها سیاست بیرون نمیمانند و سیاستمدار باقی میماند. لیکن اگر ما بگوییم که یک فرض کردیم چه بگوییم روزنامه نگاری خیلی معمولی امریکایی یا یک فرض کردیم ایلان ماسک نمیتوانیم او رو سیاستمدار بگوییم، چون که او داخل یک سازمان سیاسی یا داخل یک نهاد سیاسی نیست. از همین خاطر ما در همین مفهوم ها ما چیز داریم، مشکل داریم و بسیار وقت سوء تفاهم ها میان نسبت همین مفهوم ها. یعنی مخالف سیاسی یا اپوزیسیا، اگر ما قبول کنیم که همین مخالف با تمام مضمونش مفهوم واژه اپوزیسیایی لاتینی رو عوض میکند، در این حالت یگان تیمای در خارج بودگی ها اپوزیسیا نیست. در خارج بودگی ما نمیتوانیم اپوزیسیا بودن، چون که ما نمیتوانیم از طریق انتخابات رای مردم رو به دست داریم و اگر ما رای مردم رو به دست آورده به سر قدرت آمدن نتوانیم یا از شریک قدرت شدن نتوانیم، ما نمیتوانیم اپوزیسیا نام داشته باشیم. در این مورد میاید ضرورت که این مفهوم رو چه رقم ما باید اینا رو معین سازیم. یعنی خودمون رو باید چه رقم معین سازیم. و بسیار مورد ها برادرها میگن که مقاومت مفهوم از مخالفت است یا از اپوزیسیا است در مورد ما. لیکن مقاومت باز در بین مخالفان تاجیک یک مضمون دیگر دارد که مقاومت باید حتما مسلحانه باشد، مقاومت باید گویا حتما یک نوع چیز، یعنی یک چه بگویم قربانی دادن و قربان شدن و یک
مخالفت مسلحانه باشد که اگر چنین معنی داد شود شاید بیشتری شاید تعداد معینی با این راه راضی نباشند، تعداد بیشتر راضی نباشند حکومت مسلحانه و آنها راضی نباشند که همین حرکت ما، همین مبارزه ما مقاومت نمود. ما این رو داشتیم و بسیار برادرها همین مقاومت رو محض همون مقاومت میشناسن که در سالهای 92 بود و در دیگر موردها و این مقاومت رو حتما مسلحانه میبینن که من با این راضی شدن نمیتونم. یعنی اگر من بر اینم که ما اپوزیسیا ما رو نام گرفتن درست نیست، چون اگر ما اپوزیسیا گفته، همین اپوزیسیا گفته بسیار مشکلی ها رو ما ایجاد میکنیم، در حالی که ما اپوزیسیا بودن نمیتونیم. اپوزیسیا اون نیروی است که فرض کردیم در امریکا یا در فرانسه یا در لهستان، مثال اگر من اپوزیسیا باشم این معنای اون را دارد که من جانبدار فرض کردیم ترامپ هستم، یعنی در امریکا امروز من جانبدار ترامپ هستم و من اپوزیسیا هستم. اگر چنین من قلمداد شد و اگر ترامپ به سر قدرت آمد، من صاحب من علاقه اپوزیسیا نمیشوم در این مورد و مردم عادی که نه به حزب جمهوری خواهان تعلق دارد و نه به حزب دموکرات ها تعلق دارد و خود رو در سیاست اونقدر داخل نمی بیند، اونا میاند و میگن این دیگر کار شما است، شما اپوزیسیا هستید و اینها حکومت هستند، شما زدن گیرید، این به من دخل ندارد. بینید خوب تشخیص دید که همین مثال اگر ما بیاییم ما اپوزیسیا باشیم و رهمان حکومت، مردم مظلوم تاجیکستان بیایند و رنگ اپوزیسیا ما را شناسند و رنگ حکومت آنها را و بگویند که این دیگر مشکل شما است، شما بروید قطعی رهمان رزبار کنید، ما در اینجا داخل نیستیم. و در بسیار موردها همین سوی تفاهم ها هستند که مردم ها میاند و میگن که شما باید و ما میگن که من هنوز در تاجیکستان بودم سوسیال دموکرات و به ما میگفتن که شما باید چی کار کنید، یعنی شما باید این کار کنید، شما باید اون کار کنید، شما باید، یعنی همون فعالان شهروندان فعال با ما چی داشتن، یعنی یک چیز چی بگوییم دعوا داشتن با ما که شما باید چی کنید و چی نکنید، در حالی که اگر ما واقعا رنگ امریکا جمهوری خواه و فرض کردیم دموکرات می بودیم و یک وقت اینا سر قدرت می اومدن با یک بار اینا از طریق آواز به سر قدرت می اومدن، این قابل قبول بود که مردم می گفت که خیلی دیگر این من در سیاست نیستم، شما با یک دیگر چیز کنید، یعنی مبارزه برید و آواز گیرید و به سر قدرت بیایید. در حالت ما چنین نیست، در حالت ما یا تو جانبدار ظالم هستی، تو جانبدار مظلوم هستی، یا تو از ظلم دفاع میکنی یا تو از مظلوم دفاع. بله.
و در این حالت آه، در حالت ما اپوزیسیا گفتن ما به این می‌آورد که همان مظلومان می‌آیند و تمام مسئولیت را در گردن اپوزیسیا می‌پرتویند و خود را از همین مسئولیت کنار می‌گیرند. چه رقمه که امریکایی، فرانسوی، لهستانی خود را کنار می‌گیرد، یعنی این کار شما سیاستمدار است. عیناً با همین سوی تفاهم ها تاجیک مظلوم هم میآید و میگه که خیلی این دیگر کار من نیست، کار شما است. برای بله همین اکالیم جاکس. مفهوم ها را تعریف مفهوم ها بسیار مهم است. بله بسیار خوب. حالا باز برمیگردیم. حالا با این تعریفی که شما از اپوزیسیا داشتید، آیا حزب‌های مخالفی که حالا در داخل تاجیکستان هستند اینها را چی گفته میشود؟ آیا میشود اینها را اپوزیسیا گفت، یا اینکه زمانی که حزب نهضت فعالیت قانونی داشت یا که حزبی که شما اعضای آن بودید، اینها واقعا اپوزیسیا بودن در داخل تاجیکستان، یا اینکه چگونه اینها رو میشه تعریف کرد؟ چون که شما بارها مثال آوردید از اروپا، از امریکا، ولی اشاره به احزاب داخلی تاجیکستان نداشتید. این رو چه خیل میتوان شد؟ خب ببینید، در تاجیکستان در کوتاه مدت از سال 85 تا 91 92 تا به سر قدرت آمدنی از آمدن گرباچوف در سر قدرت شوروی تا به سر قدرت آمدن رحمانوف یک نسبتاً فعالیت سیاسی و فعالیت قانونی سیاسی، اگر مخالف یا اپوزیسیونی نگوییم همون رو، فعالیت مشروع سیاسی به اجازت حکومت دور یا مقامات دور اجازت شد. یعنی همون نیروهایی که اگر اونا رو اپوزیسیا هم نگویه، نیروهایی بودن که چی بگویم، به دعای حزب کمونیست یا به دعای مقامات دور، به گفت روسو دبرای مقامات دور اومدند و فعالیت سیاسی رو پیش بردن تا اومدن به سر قدرت امام علی رحمان. بعد از به سر قدرت اومدن امام علی رحمان تا امضای سازشنامه صلح، یگان فعالیت سیاسی دیگر غیر قانونی شد. فعالیت رسمی سیاسی گفته نمیشد، او به گفت چیزها نومنکلاتوری است. یعنی فعالیتی، یعنی من آمدم رئیس ولایت شدم، رئیس ناحیه شدم، رئیس شهر شدم و بعد از رئیس ناحیه یا شهر یا ولایت شدن من عضو حزب خلقی دموکراتی شدم و در همزمان رئیس، اگر من رئیس ناحیه باشم، رئیس حزب خلقی دموکراتی در ناحیه می شدم و همین خیل. یعنی این فعالیت، این فعالیت سیاسی نیست، این فعالیت معمولی است. یعنی من مسئولیت معمولی رو به دست گرفتم و مرا مجبور کردن در این حزب شامل شوم و بعد امضای سازشنامه صلح اجازه فعالیت سیاسی، اجازه نسبی فعالیت سیاسی داده شد و حزب نهضت اسلام، حزب سوسیال دموکرات، حزب سوسیالیست غیر رسمی، حزب دموکرات غیر رسمی فعالیت رو شروع کردن و متاسفانه در کوتاه مدت مقامات دیگر به قید صد راه قید دیگر آزاد شد. مثال سلطان قوتوف خدا رحمتش کند حزب ترقیات رو تأسیس دادنی بود که
اجازه ثبت نامش رو نکردن و به همین مانند ثبت نام با آخران حزبی که رسما ثبت نام شد، حزبی که نوابسته از حکومت تشبس کرد و ثبت نام شد، حزب سوسیال دموکرات. بعدا حزب‌های اگراری و چه اقتصادی چه بود نامش، اینها را دیگر اینها یعنی چیز با تشبس خود اعضای اون تأسیس داده نشده، با یک برنامه نقشه طرح ریزی شده مقامات اینها تأسیس داده شدن. و اگر واقعا گیریم آخران شاید بعد شرطنامه امضای شرطنامه صلح اولین و آخرین حزبی که در تاجیکستان تأسیس داده شد این حزب سوسیال دموکرات بود و متاسفانه همین بعد چیز رپریسیا شدن مامورا دودینایف این حزب دیگر از بین رفت در کوتاه مدت. بعد از زندانی شدن مامورا دودینایف در کوتاه مدت اینها رئیس حزب رو خدا رحمت الله ظاهر مجبور کردن که استعفایش را اعلام کند و دیگر این حزب تقریبا این حزب هم از بین رفت. دیگر در داخل تاجیکستان مخالف حزب رسمی مخالف باقی نماند و ولی از این نگاه نه در بیرون و نه در داخل، یعنی در داخل کشور یک حزب‌های اپوزیسیونی به اون معنی که از اپوزیسیا برداشت میشد وجود ندارد و در خارج هم نمی‌شود. مخالفین یا مبارزینی که در خارج هست اونها را هم اپوزیسیا نامید. خب پس چی بماند برای مخالفین؟ مخالفین رو چی باید گفت؟ مخالفینی که در خارج هستن. مخالفینی که در خارج هستند ما باید با یک مفهوم دیگری باید نمیدونم دیگر مفهوم رو باید استفاده بریم. اگر من مثال اگر اپوزیسیا رو اگر مفهوم اپوزیسیا رو به همین شکلی که در لاتینی است قبول میکردیم در زبان تاجیکی، ما حزب اپوزیسیونی اپوزیسیا علمی گفته، دیگر اونه که اپوزیسیا نیست با چه بگویم با حکومت مخالف است، میشد او رو مخالف گفت، چون که همین واژه مخالف بسیار خوب ifade میکند همه آنهایی را که مخالف است. یعنی شخصیت علایده، بلاگر علایده میتواند مخالف باشد، لیکن این بلاگر علایده میتواند اپوزیسیا باشد. حتی این بلاگر علایده نمیتواند سیاستمدار باشد، چون که سیاستمدار نهاد دارد، او مسئولیت گروهی دارد. یک شخصیت فرض کرده من مثال یک بلاگری چند میلیونه باشم رنگ دودی روس و من خود رو مدار اعلام کنم و فرض کرده موفق به اون شدم که مردم رو حتی به میدان برآوردم، خیزاندم مردم رو و حکومت رو مجبور به استعفا هم کردم. در این حالت من بلاگر، من نمیدونم در روسیه آوازخوان ها هم از سیاستمدارا مثال مکسیم گالکین از سیاستمدارا جانبدار بیشتر دارد
و اگر همین مکسیم گالکین اگه بیاد مردم رو به میدان برارد و حتی موفق به اون شود این مردم که حکومت پوتین استعفا رود، همین گالکین از حساب کی حکومت رو تاسیس تصور کن. این همین شخصیت علایده، خب بلاگر باشد، خب آوازخوان باشد، خب سینماکار باشد، رنگ همان سینماکاران هندو که تمام دنیا آنها را میشناسد و در هندوستان هم محبوبیت دارند، یکی اومد و مردم رو خیزاند و حکومت رو برکنار کرد. همین آوازخوان یا سینماگر یا نمیدانم چیزی که محبوبیت زیاد دارد، از حساب کی و از حساب کدام سازمان حکومت رو تاسیس میده؟ از همین خاطر او مجبور می شود که در یک مدت، در یک مرحله همین نفر که بلاگر باشد، ارتیست باشد، چیزی نباشد، مجبور می شود که یک سازمان تاسیس دهد و همین که سازمان تاسیس داد، یکان حزب یا یکان تشکیلات یا یکان حرکت را تاسیس داد، اکنون او سیاستمدار شد، چون که او مسئولیت گروه را به گردن گرفت. فرق نیست او در آنجا رئیس است، او در آنجا یک عضو قطاری است، لیکن او سیاستمدار است، چون که اون مسئولیت گروهی را به گردن گرفت و او دیگر نمیتواند چه بگویم خودم شو و تب هم وزیر، همین خیلی مناسبت کردن او دیگر مسئولیت دارد. منم میخواهم در بسیار منم میخواهم که خیلی گفتنهای دارم که اونها رو باید بگویم، لیکن چون مسئولیت گروهی در گردنم است و یگان گفتم یا کردارم و گروه من تاثیر میرسوند و گروه سیاسی که در آن شامل هستم تاثیر میرسوند، من دیگر مجبورم که این مسئولیت مرا مجبور میکند که هر گاه از این یعنی با این نگاه کنم چه واکنشی میشود. برای همین من بار دیگر تکرار میکنم اپوزیسیا یا مخالف، اپوزیسیای سیاسی، اپوزیسیا فقط همون است که امکان در داخل نظام عوض کردن قدرت رو داشته بود و اگر ما را گیریم پیمان ملی تاجیکستان، چه پیمان ملی چه ساختارهای داخلی پیمان، فرض کردیم انجمن آزاداندیشان تاجیکی یک چیز داخلی پیمان است، ما چیز ما فکرم را گم کردم. ما در چه پیمان ملی و چه هر یک ساختار آن ما چیز و خاطرم آوردن در چی گفتن خواستم میبخشید دوام میتیم. یک فکر خیلی چیز مهم بود ولی متاسفانه ملتفت شده ایم دیگر. مسئله این بود که چون در اپوزیسیا در داخل نظام هست و درست یعنی نظام یعنی چه پیمان و مخصوصا انجمن آزاداندیشان تاجیک، همون نظامی که اعلان شده است در تاجیکستان، نظام دموکراتی که اعلان شده است در تاجیکستان،
ما نه فقط ضد نظام نیستیم، بلکه ما پافشاری بر آن داریم که همین حکومت موجوده ضد نظام. یعنی ما از سال 92 فرانت خلقی خود رو برپا کننده سوی کنستیتوشنی چیز کرده، اعلان کرده بود. ما البته ما دعوا بران داریم که ما ساخت کنستیتوشنی رو برقرار کردنیم، یعنی ما کنستیتوچه رو به مردم برگرداندنیم. ما مقابل نظام نیستیم و اکنون همین رژیمی که امروز بر ضد خود نظام، بر ضد خود قانون و نظام غصب حکومت کرده است، در این حالت که برای این حکومت اپوزیسیون و مخالف هستیم، این ما را یک نیروی ضد نظام قلم داد. یعنی ما پیمان ملی، انجمن آزاداندیشان یا نهضت اسلامی یا کدامه نباشد، ما ضد نظامیم که چنین نیست. حتی میتوانم، من نماینده گروه 24 نیستم، حتی میتوانم بگویم که گروه 24 هم ضد نظام نیست، او هم در داخل همون نظام نوشته شده حکومت تاجیکستان میخواهد تغییرات. و چون ما را غیر قانونی اعلان کردن و ضد نظام اعلان کردن، پس این نظامی که آنها ما را ضد آن اعلان کردن، این نظام کنستیتوشنی نیست. یعنی ما با نظام کنستیتوشنی مخالفت نداریم. و ببینید، مادامی که ما در این مخالفت ما را ضد نظام برآوردن، ما نمیتوانیم در داخل نظام باشیم. اگر در داخل نظام نباشید، تو اپوزیسیون الکی نیستی. تو البته که اگر تو یک تشکیلات، نماینده یک تشکیلاتی که اپوزیسیون بودن نمیتوانی لیکن مخالف هستی، اپوزیسیون با مفهوم، با تعریف اپوزیسیون بودن نمیتوانی لیکن مخالف هستی، لیکن ضد نظام هستی، تو دیگر مجبوری که یک چیز داشته باشی، یک تعریف داشته باشی و در این میاد یگانه تعریفی که میموند این مقاومت است. یعنی ما میتوانیم چیز نام داشته باشیم، مقاومت سیاسی تاجیکستان، مقاومت، مثال عضو مقاومت سیاسی یا عضو مقاومت دیگر. یعنی فرق نیست، من پیمانی هم، من 24 هم، من دیگرم. ما نمیتوانیم، چون ما را بیرون از نظام اعلام کردن، ما نمیتوانیم اپوزیسیون قانونی باشیم. از این خاطر ما فقط اگر ما رو مفهوم‌های موجود بوده سیاست رو اگر استفاده بریم، ما فقط مقاومت سیاسی میتونیم. بله، این قسمت آخر خیلی جالب بود. یعنی مسئله اینکه چرا نمیتوان ما را همچون اپوزیسیا گفت، چون در وضعیتی که ما قرار داریم تنها این مفهوم میتواند برای ما صدق کند. خیلی این مهم هست. یک مسئله دیگر، وقتی که ما در این وضعیت قرار داریم و این روی کادر رو باید داشته باشیم و این مفهوم برای ما صدق میکند، یعنی ما در داخل اگر پیمان ملی تاجیکستان صحبت کنیم، دیگر یک گروهی که مبارز هستیم، یک گروهی که گروهی سیاسی، یعنی مقاومت ملی میگیم، مقاومت سیاسی میگیم. و در این اواخر بیشتر صحبت ها سر یک موضوع دیگر هست. میخواهم ایران یک اشاره داشته باشیم. شما همیشه مسئله چند پیش این مسئله برداشته شد و یک مشکلات کوچکی هم با وجود آمد و چند مدت پس این مسئله برداشته می شد، مسئله
نیکی رئیسی یا که رهبریتی این پیمان ملی تاجیکستان یا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا که رهبری هر یک حزب گروه مخالفی که در این وضعیت در این حالت قرار دارد. یعنی آیا اینو چگونه شما میتوانید شرح بدید؟ یا ضرورت هست در این حالت که هر وقت خب چگونه است این مسئله را شما چگونه میبینید؟ یعنی از نگاه شما این این موضوع مسئله چگونه؟ این موضوع خیلی موضوع وسیع است و شاید یک برنامه جداگانه برای این لازم باشد، لیکن تلاش میکنم که هرچی کوتاه‌تر در این موضوع هم نظرم را بگویم. ببینید، این دستگاه که از بیرون از پیمان، از بیرون از مبارزه و بله داخل ما شده است، من مطمئنم که از بیرون این وارد شده است. این چی بگویم، این قصه میگن یا چی میگن، یعنی نراتیو با ترکی، بله قصه یا چی میگن، یعنی از بیرون به داخل ما وارد شده است نراتیو که، یعنی شما از رحمان از حکومت تاجیکستان چه فرق داره؟ در اونجا هم رحمانوف ابدی است، در اینجا هم شما یک ریاست ابدی دارید. ببینید، بله اساسی همین است. در اونجا نهاد است، نهادی که از بودجه دولت، که از کیسه پدر و مادر و بابا و بیبی و نمیدونم فرزندای من و شما شکل میگیرد و اون نهاد حکومتمان دارد و در اون نهاد اگر تغییری قدرت نشود، او یک نهاد خودکامه و فساد زده می شود و همون سومهایی که من و شما و فرزندای ما با بودجه میتیم، خیش تبار ما با بودجه میتیم، او برای کیسه گروه کوچک خدمت میکنه و در این میان ما میگیم که خب این باید عوض شد. لیکن در مورد اونه که حاضر ما گفته ایستادیم، اینم به همون میاد. ببینید، در غرب، در همون کشورهایی که من مثال آوردم، امریکا باشد، فرانسه باشد، انگلستان باشد، لهستان باشد، دیگر کشورها باشد، در آن جایی که در داخل نظام مبارزه برای آواز ها است، یگان نیروی سیاسی به خاطر فقط به خاطر آن که تغییرات باید شود چیز نمیکنن، یعنی لیدر خود رو، یعنی یک لیدر خود رو عوض نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر آن که انتخابات نزدیک است و در انتخابات با لیدری که اونقدر معلوم نیست برای مردم، آواز کمتر رو کسب میکنه. مثال، یگان جمهوری خواه سایه بقل امریکا 10 سال پیش تصور نمیکرد که ترامپ نامزد این حزب در امریکا می شود، که این یک برای دنیا یک دهشت است. لیکن این روز که همین ترامپ آواز بیشتری رو میتواند برای این حزب بیارد، اینها دیگر مجبور شدن که همین احمق رو به حیث رهبر حزبشون قبول کنن. یعنی به خاطر اون که این در مقاومتی که من خودت گفته ایستادیم، در مقاومت لیدر صنعی رو نمی شود تعمیل کرد. اگر
فرض کردیم که مثال نمیدونم جنرال دیگول رو همون روز ساعت در فرانسه می اومدند و می گفتن که فلان حزب نمیدونم کدام حزب بود می گفتن که تو طولانی شدی بیا جوته یا چرچل رو می گفتن که بیا همین حزب وای محافظه‌کار انگلستان رو رها کن تو دراز موندی رئیس بیا ما یک رئیس نو میگیریم این رئیس رو یگان کس در دنیا نمیشناسد بجز یک زنش یا چند عضو خانوادهش تو حاضر به این جا بده چون که دموکرات ما داریم تو باید امین قبول کنی و این جاته و ما انتخابات رو کلا بایدیم فقط به خاطر اون که ما در داخل حزبمون دموکرات رو چیز کردیم احترام کردیم این احمقی است در حالتی که ما داریم در این حالت این واقعا اون حالتی که ما داریم این مقاومت است در بسیار موردها برادران ما با همین واژه راضی نیستند چون مقاومت را اینها میبینند در همون مقاومت خیلی مبارزه مسلحانه و خیلی چیز یعنی لیکن در حالت ما هم اگر حتی مقاومت مسلحانه هم نداشته باشیم ما واقعا یک مقاومت هستیم شاید نیرویمان کافی نباشد شاید برای مقاومت گفتن ما واژه خیلی وزنین برای ما باشد شاید بعضی برادران ایمین واژه را برای ما روا نبینند لیکن واقعیت چنین ما مقاومت هستیم و در این مقاومت نمی شود که به طور صنعی من پگاه ما بگویم که از فرض کردیم انتخابات کردیم و به خاطر چیز کردن یعنی یک نمود یک وانمود دموکراسی بگیریم و فرض کردیم اسلام جان سعیدوف یا علیم شیرامانوف رو رئیس همین چیز اعلام کنیم همین مقاومت و ضعیفتر از آنی که بودیم شویم به چه خاطر؟ به اون خاطر که خب پایگاه اجتماعی فلانی یا فلانی یا فلانی ضعیفتر است یا بزرگتر است همین خیل یعنی در مقاومت لیدر چیز انتخاب نمی شود او ظهور می اگر در ابتدا شاید نظرتی های کنه مخالف ریاست محیدین کبیری در سال 2006 بوده باشند لیکن امروز فرض کردیم که امروز اگر بگوییم که چیز یعنی همون جوانی که سال 2006 ریاست حزب رو به گردن گرفت شاید همون وقت همین ادعا جا داشت که خب این چی نباشد یعنی بگوییم که یک کودک ریاست رو به دست گرفت شاید از نگاه بعضی سابقه داران این حزب لیکن امروز اگر بگیریم ما میتوانیم اگر همین نراتیوی که از بیرون همین افسانه‌ای که از بیرون وارد پیمان شده است فقط به خاطر اون که ما خود رو دموکرات نشون که این با اون نگاه نکرده که چی کسی باید باشد یعنی من به مقصد این را موافق نمیم اگر
فرض کردیم نهضت اسلامی تاجیکستان بیاید و به طور طبیعی، یعنی در مقاومت به طور طبیعی، رنگی که در دیگر مقاومت ها بود، مثال به طور طبیعی عادتا در مقاومت لیدر را میکشند یا لیدر را میکشند و عادتا لیدر در مقاومت ها شهید میشود و به جایش لیدر دیگر ظهور میکند، انتخاب نمیشود و ظهور میکند. یعنی در وقت جنگ به گفت ما بزرگ وطنی در یکی از محاربه ها یک عسکر قطاری تا سرهنگ رسید، یعنی این کماندیرش رو کشتند و یش کشتند تا سرهنگ رسید، یعنی دیویز رو علکی چیز میکرد، فرمان روایی میکرد، یعنی او ظهور کرد، یعنی یک عسکر قطاری توانست همین قدر چیز شد. و در مقاومت هم همین خیلی، یعنی اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توانست در داخل این حزب لیدر ظهور کند، شاید بعد مسئله این ریاست و دیگر جانوک، یعنی همون اساسنوک، با دلیل های اساسناک شاید همین به میان آید. این حال فقط موضوع در سر طولانی بودن یا چی میگن، یعنی به عوض نشونده بودن رئیس نهضت. مسئله در چیز نیست، تغییرات نیست، مسئله دیگر نیست، مسئله در برنامه نیست، در تغییر نیست، فقط مسئله در خب این رئیس یعنی عوض کرد. دلیل اساسی تنها همین طولانی بودنی شاید رهبر باشد که رئیس است. اگر یگان برنامه مشخص و یگان برنامه درستی از جانب نفری در داخل پیمان ملی تاجیکستان مطرح شود که واقعا اون برنامه احتمال عملی شوی اون وجود دارد و اون نفر میتواند اون برنامه را عملی کند، در این صورت نظر شما چی است؟ نه ببینید، پیمان ملی در اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون که در پیمان ملی تاجیکستان نیروی اساسی، واقعا نیروی اساسی طبیعی است که این نهضت اسلام است، چون که پایگاه اجتماعی نهضت اسلام چه در داخل و چه در خارج کشور، از این 4 گروه بودیم، 3 گروه موندیم، از این 3 گروه پایگاه قویتر، پایگاه چیز نهضت اسلام قویتر است، پایگاه اجتماعی. و به طور سنئی میتوان، مثال فرض کردیم چند پیش فرض کردیم شرف الدین گدایف دعوای رئیسی، میتوانستیم به طور سنئی او را رئیس انتخاب کنیم، لیکن او باز نیاز میداشت به همین، یعنی جانبداری غیر رسمی رئیس نهضت، رئیس موجوده، که این یک چیز میشد، یک افسانه میشد، یک لختک سیاسی میشد که بنده خودم نمیخواهم در این نقش رو بازی داشته باشم. برای همین یعنی ما میبخشید، ما نمیتوانیم در این مورد، مثال ما نمیتوانیم در
اینجا ببینید میبخشید زنگ شد خلال رسون. ما بله صحبت سر نمیتوانیم آن بود که بفرمایید. صحبت سر آن بود که بفرمایید. به یادم بیارید. بله سر آن بود که مثلا چون که نیروی اساسی در داخل پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت هست بله و بله و ما میتوانیم امروز فرض کردیم یک نفر دیگری را رئیس پیمان ملی اعلام کنیم بیرون از نهضت یا از دیگر سازمان، لیکن این سازمان باز با در هر مسئله با تصمیم نیروی اساسی، یعنی تصمیم گروهی نیروی اساسی نیاز خواهد و ما نمیتوانیم صرف نظر کنیم پایگاه اجتماعی یک گروه را که در داخل همین پیمان. از همین خاطر در اینجا باید نهضت اسلامی تاجیکستان اگر واقعا در داخل نهضت تاجیکستان پخته رسیده باشد که لیدر نو پخته رسیده باشد که من هنوز او را ندیده استادم، اگر پخته رسیده باشد و او را یعنی اکثر کل خود پیمان قبول داشته باشد، اکثر کل نهضت قبول داشته باشد که باعث به پراکندگی این دو تشکیلات نشود، من ضد نیستم، لیکن فقط عوض به خاطر عوض در این مسئله، چون که این پیامی که این نراتیوی که از بیرون وارد شده است که شما هم از رحمانوف چی فرق دارید که عوض نشونده هستید، این دستکاری است، یعنی منیپولیاسی است که میخواهند در بین ما جدایی اندازن و متاسفانه اعضای قطاری نهضت و پیمان هم به این افسانه گاه قسم کلان این افسانه رو قبول کردند، این چیز رو قبول کردند که واقعا یعنی برای این گپ دلیلی یعنی چیز ندارم، دلیلی چی میگن کنتر ارگومنت با تاجیکی چی میشد، یعنی دلیلی مقابل رو آوردن نمیتوانند که چرا ما هم آمدیم و عوض نشونده شدیم. در این حالت بار دیگر تکرار میکنم که در دنیایی که به طور قانونی از طریق انتخابات قدرت عوض می شود، حزب‌های سیاسی مخالف خیلی 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 ملاحظه‌کارانه در مورد عوض کردن ریاست و نمیدونم لیدرهای خود میشوند، چون که از انتخابات تا به انتخابات نمیخواهند که آوازهای رو از دست بدن. اگر تصور کنید که ما در تاجیکستان هستیم که در آنجا از طریق انتخابات آواز میگیریم و قدرت رو تقسیم میکنیم، یعنی آواز دزدیده نمی شود، آواز تازه حساب کرده می شود و بیاید در امین حالت اگر اعضای نهضت اسلام راضی باشند که با عوض کردن محیدین کبیری تعداد آواز دهنده شون زیاد می شود،
و گفت روسو بیرق در دستت چیز کنید غیرت. یعنی اگر شما مطمئن باشید با بودن فلانی آوازهای بیشتر یا کسب میکنید در داخل اگر باشید یک چی؟ ها؟ در این حالتی که ما قرار داریم که در مثلا در این از حالتی که حقوق ما انتخاب قرار داریم دو برابر امین. ببینید در این حالت اگر ما در تاجیکستان باشیم اگه بعد یک سال آوازدهی باشد ما تصمیم گیریم که اسلام الدین رئیس حزب باشد و تشخیص دهیم که با آمدن اسلام الدین ما یک 5% دیگر آوازها رو بیشتر کسب میکنیم ما باید بله در دو. لیکن اگر ما رانده شده باشیم در این حالت عوض کردنی لیدر باز مشکل های بیشتری رو خلق میکند. یعنی اگر در داخل ما همگی 4 سال رو از دست دادنی باشیم با یک قرار چیز جعلی خود با یک قرار عجولانه خود اگر در داخل ما اشتباه کنیم در فرض کردیم یک حزب لهستان یک حزب فرانسه به همین مانند بله اشتباه کنیم 4 سال فرصت داریم که این اشتباهمون رو اصلاح کنیم و انتخابات آینده باز آواز اکثریت آوازا رو به دست آوریم با این رئیس نومون که در انتخابات پیشین اون معلوم نبود او رو نمیشناختن در 4 سال از خود رو به طور نشان داد که به او آواز داد. این امکانیت در داخل نظام های دموکراتی سبکتر است لیکن در داخل ما هر روز روز از روز صفمون ضعیف می شود نه به خاطر اون که حاضر بعضی ها میگن که ضعف مدیریت و دیگر نه ناامیدی هر روز از روز ناامیدی زیاد می شود هر قدر طولانی تر ما ناموفق باشیم اما قدر ناامیدی زیادتر می شود ناامیدی که زیاد شد صفامون صف مثل که اکالیم خط شدن از مسئولای تکنیکی یک بار ببینن چون صحبتشون رو خلاص میکردن برنامه رو جنبست میکردن مثل که مشکل تکنیکی پیش اومد وارد کردن میتونید دوباره اکالیمه برادر مسئول الو بله بله میشنی اکالیم و در بله حالتی که میتونید ما قرار داریم ما بیاییم تجربه کنیم یعنی اگر ما بیاییم و تجربه کنیم که یک بینیم اما بخاطر اسلام دین که یک به خاطر چیزی که یک بار اسلام بینیم یک 5-6 ماه این خیلی رئیس می برای بعد باز فرض کردیم فلانی را بینیم 5-6 ماه از این خیلی رئیس می برای
روز از روز تعداد اعضای ما به اینم کاهش می‌یابد. تعداد نفرانی که راضی هستند مخالف بودن کاهش می‌یابد، نه به خاطر آنکه بعضی ها میگن مدیریت، نه، با این به خاطر اون است که مردم ها ناامید میشن. روز از مردم ها ناامید از اون میشن که تاجیکستان، یعنی در دنیا هم که میبینن، دنیا را که میبینند امروز میبینن که خب فرض کردیم اوکراین رو اونجا جانبداری خوب نمیکنن، در اینجا در شرق میانه همین پرابلم است. در همه جا مردم میبینن که همین یعنی سنگری حقیقت یا سنگری درست یا سنگری عدالت روز از روز ناامیدتر می شود در دنیا، نه فقط در دنیا. و بله. اون تاجیکان که امروز در مقاومتن، البته که روز از روز ناامیدی زیاد می شود و تعداد به اینم کوچک ما باز کاهش می یابد. و در این میان ما بیاییم و همین خیلی تجربه ها گذرانیم که خیلی کو بینیم اسلام دین هم آدم خوب است. اگر ما به این اجازه ندهیم رئیسی یک دو ماه نکند، این بعد خیلی ما اینا چی میکنیم تربیه سیاسی میکنیم. یک جوان دیگر را بینیم، یک جوان دیگر را بینیم، به طور طبیعی اگر او ظهور کرد دیگر ما صد راهش شدن نمید. لیدر که ظهور کرد هیچ کس صد راهش شدن نمید. به طور سنئی آوردن یک نفر رو رئیسی دادن به خاطر اون که او لیدر شود، این در شرایطی که ما قرار داریم، این چی میگن بروسی میگن که слишком большая роскошь. یعنی این برای ما خیلی چیز است، خیلی گرم میاد. از همین خاطر این مسئله اگر حاضر از استفاده از فرصت من میخواستم از همون جانبدارانی مبارز ها میخواستم که و همین افسانه هایی که این از دالان های حکومت، از دالان های کگبه به اینجا انتقال می‌یابد و خودآگاه یا ناخودآگاه بعضی از برادران یک چیز واسطه در این پیام‌های داخل میشوند. من از جانبداران قطاری میخواستم که این افسانه رو دیگر قبول نکنید. شما با این افسانه ای که واقعا ما پیاممون دموکراتی است، آزادی های شهروندی است، پیام اساسی ما در مقابل رامون الटरनेटिव ای رو پیشنهاد میکنیم که اون دموکرات و در این پیام به ما میرسد که شما چقدر دموکرات هستید که طول نمیدونم اینا 8 سال رئیس عوض نشونده دارید و میآیند برای به اعضای قطاری ما همین پیام میرسونند و اونها را گل میزنند و اونها هم این گل را میخورند و میآیند و پاسخی ندارند و اونها هم یک جزئی این چیز طرحی طرحی ضدی مبارزه میشوند و میآیند و چیز میکنند، یعنی خودشان جزئی ناخواسته جزئی همین طرحی میشن که من میخواستم از ایشون دعوت کنم که من خیلی خرسند میشدم اگر همین لیدرها ظهور کنن. باور کنید چه قدر ما موی سفید ها
ما موسفیدایی که به گفتی بعضی این دعوگران از دستمون هیچی نمی آید، واقعا هم از دستمون هیچی نمی آمد اگر چنین لیدری ظهور میکرد. در مقابلش ما هیچ کاره می شدیم و از دستمون هیچی نمی آمد و او واقعا لیدری. اگر ما خیلی چیز می شدیم، یعنی راه نمی دادیم، او دیگر از دیگر راه در همین مبارزه باز از دیگر راه لیدر می شد، یک راه دیگری رو پیدا کرد و ما هم شاهد می شدیم که این لیدر هست. لیکن متاسفانه این حال ما موسفیدا مونده ایم و نمی پیدا نیست اونجا که ما بیاییم و همه چیز شویم، سربازش شویم و بیاییم و ملتمون رو از این جهالت آزاد. تشکر زیاد. اکا علیم زنده باشید، سلامت باشید. طول یک ساعت و 13 دقیقه شد که ما صحبت داریم، اگرچه خیلی سوال های دیگر حالا باقی مانده است. متاسفانه وقت هم با آخر رسید. می شود که در برنامه های بعدی انشاءالله در رابطه با دیگر موضوع صحبت انجام بدهیم. بار دیگر تشکر از همه بینندگانی که تا این لحظه همراه ما بودند و برنامه های آینده در پناه خداوند متعال باشید.